سلام دوستان عزیزم، سلام ملت سرفراز ایرانم، سلام شمایی که دلم براتون خیلی تنگ شده. میدونید الان که داشتم میومدم همینجا بشینم و این ویدیو رو براتون ضبط کنم، نمیدونستم خوابم یا بیدارم. تنها چیزی که میدونم اینه که قلبم پر از عشقه. هنوزم نمیدونم دارم کار درستی میکنم یا نه، اما میدونم که انگار به آرزوم رسیدم. میدونم که مشتاقم، استرسم دارم، اما میدونم که این کار رو باید خیلی وقت میکردم، اما جرأتشو نداشتم. میترسیدم از قضاوت شدن، میترسیدم از این که از پسش بر نیام. اما الان اومدم که بگم برگشتم با همه امکاناتی که ندارم. برگشتم با همون امکانات محدود. میدونید 14-15 سال پیش که برای اولین بار پیش شما اومدم توی خانواده هاتون و عضوی از خانواده‌تون شدم، شما به من اعتماد کردید، شما منو پانتا کردید. پانتا میدونید که اسمم پانتا هست، یادتونه؟ با معرفتا اسم منو که یادتونه. من با شما پانتا مدیری شدم. الانم عذاب وجدان دارم. تو این 3 سالی که پیشتون نبودم هر روز با این سوال زندگی کردم، با اون سوالی که ازم میپرسید پانتا کجایی؟ پانتا کجایی؟ چرا نیستی؟ پانتا کجا پیدات کنی؟ میدونید وقتی که توی خیابون میبینینم و بعد میدوید و بعد به اون گرما به هم سلام میکنید و از خصوصی ترین مسائل زندگی میگید، تازه اونجاست که میفهمم که پس این من نبودم تنها که شما رو دوست داشتم. و بعد به خودم اومدم که مگر خبررسانه‌ای لازم دارم؟ مگه دوربین‌های متعددی لازم دارم برای اینکه با شما باشم؟ نه، خبررسانه من شمایید و این دقیقاً همون دلیلیه که تصمیم گرفتم بیام این ویدیو رو ضبط کنم و بهتون بگم که برگشتم که این بار دستامو تو دستای شما بذارم، شما مدیر برنامه‌ام باشید. شاید مسخره به نظرتون بیاد، میخوام شما کارگردان برنامه هم باشید. میخوام شما به هم بگید که اون چیه که میخواید بدونید، اون چیه که میخواید ازش بشنوید، اون چیه که زندگیتون رو قشنگتر میکنه. میدونید اومدم حتی این رسانه حتی اسم هم نداره، اومدم حتی اسمش رو هم با شما به مشورت بگذارم. میخواستم اسمش رو گردآفرید بذارم، به یاد گردآفریدهای انقلابمون، به یاد مهسا، به یاد سارینا، به یاد نیکا، به یاد اسرا. به یاد کدومشون بذارم؟ غزال، به اسم یلدا، به اسم کدومشون؟ شاید باید اسمش رو تمام مزد بذارم، همون اسم مذکر کمال مطلق، همون اسم مذکر پانتا. به یاد جهان پهلوانمون نوید افکاری، به یاد مهرشاد، به یاد پویا بختیاری. اسمشو چی بذارم؟ به اسم کی بذارم؟ میخوام اینو شما به من بگید. میخوام همه چی این رسانه رو شما تعیین کنید، چون این رسانه متعلقه به شماست، چون شما سرمایه های من هستید. میبینید هیچ خبررسانه اینجا نیست، اینجا خونه منه، اینجا خونه همه ماه. چون شما روزی به من هویت دادید، شما روزی منو پانتا کردید و من میخوام پر پروازتون باشم. من میخوام
رو آسمون ایران. الان مدت هاست که این خواب و خیال رو دارم که توی کویر یه مهمونی بزرگ بذاریم، موزیک صداش توی اون کویر بپیچه و بعد بتونیم اونجا موزیک زنده داشته باشیم. تمام این دوستای موزیسینم اونجا گیتار بزنن، اردوان بخونه، همه برقصیم. اومدم برای اون روز، اومدم که با هم تمام موانع رو طی کنیم و تو تمام کشور سرزمین قشنگمون ایران مهمونی‌های بزرگ برپا کنیم. اومدم که تا موقعی که زنده هستم پیش شما باشم، زیر پرچم ایران، زیر پرچم زن، زندگی، آزادی، زیر پرچم ملیمون با هم تا آخرش با هم باشیم. دوستتون دارم، دلم براتون خیلی تنگ شده. به امید دیدارتون.